دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 29 نوامبر سال 2025 می باشد. قرار داریم در حوله من در نقض سیب پینک لیدی. سیب پینک لیدی رو بینید. پینک لیدی روزیگلو این حوله من است که باور نکنید یکی من حوله من است. من در پشتی ها این سیب رو بینید چقدر سیب زیبا. در امروز بالای درخت سایه است. یعنی تو امروز برای این سیب یخدان در کار نیست، سردخانه در کار نیست. دیگران اگر 1 هکتار 2 هکتار از این سیب کند فکری یخدان رو نمیکند، فکری سردخانه رو نمیکند. منه برید اینا کنده میخورم یک تاش رو. بعد بینید این درخت 3 ساله هست. این سال نه اونقدر بسیار دارد. 5 کیلو داشت خوردیم، یک درخت 5 کیلو. از سال دیگر بسیار میبندد. خدا خواهد نصیب باشد باز به شما نشان میدم. من این سیب رو خدا خواهد هفته آینده درختش رو از خارج کشور وارد میکنم و بسم الله الرحمن الرحیم کندم. نرخ نهال این سیب 45 سومانی، دونه دونه یک لخت 40 سومانی. شما دیر نکنید، پیش پرداخت کنید. 40 سومانی من به شما برای باغ کردم بیارم. این سیب رو ببینید. این سیب رو من هیچ باوری ندارم که عین حال شما از واقعا دهقان ها 7 یا 8 سومان فروشید. نه کم از 10 سومان زیادتر میفروشید، چون که تا حاضر این ایستاده است. این علاقه 1 دکبر شده ایستاده است. زمستان آمد. این هم خیلی فعل دارد. این را که چیندید ماندید باز به سردخانه تا ماه فوریه می ایستد. این هم قدر سیبی نغز است. این ببینید دنگ 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 میکند. یعنی که سیبی سختی خوشروی هست. بسیار خوشمزه هست. بسیار مزه خوشم دارد. و ببینید کلان کلان است. کلان کلان است. من حاضر گزیده به شما نشان میدم. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید قرص میکنه دهانتون پوری آب میشه. من حبیب از زردیش معلومه، از زردیش معلوم که چقدر این شیرین است. درونش زرد است. ببینید این چقدر شیرین است. باور کنید من اگر من دروغ بگم من در تاجیکستان کو گریخته نمیرم. اونجا این سیب رو هر یک خانتون ده سیب کنید در زمستان از تورش کنده میخورید. اگر بالای در سخون برید 10 15 20 روز هم خیلی 1 ماه هم خیلی ایستادی. این سیب استرالیایی بگمونم. ببینید دیر نکنید که 1 هفته پس من وارد میکنم سیب رو. این نهال رو بعد 45 سومانی میخرید. کدام پیش پرداخت کند 40 سومون. مرحمت. سیبی پینک لیدی روزگلو مرحمت خریداری کنید. تلفن من 900 4489 واتساپ 900 4489. دوشنبه سیتی هم 900 4489. کدام پرداخت کند پیشکی پرداخت کرده چکش رو در واتساپ پرتوید به من نویساند. خدا خواهد 10 روز پس نهالش رو گرفته شنوده. چقدر در تیرمو نهال رو برق شنوده هم قدر بهتر است. در پناه خدا باشید. با گروه انگروه باغ باشید.